یکی از گیاهایی که میتونه توی شب بیشترین اکسیژن رو تولید کنه سانسوریاه. حالا از هر مدل و از هر گونهش که باشه، کلا سانسوریا گیاهیه که میتونه توی شب تولید اکسیژن کنه. خب این مدل گونه‌ای که دست منه بهش میگم واگنر. حالا اون قدیما قیمتش خیلی بالا بود، مثلا همین یه 3 برگش راحت 2 تومن قیمتش بود. الان ما این کار رو که خودمون تولید کردیم یه مادری با یه پاجوش داریم میدیم 200,000 تومن. گیاه فوق‌العاده زیباییه که خیلی ها شاید نشناسنش، ولی با رنگ بندی هایی که انجام میده، مثلا شما میتونین هر سری منتظر یه پاجوش رو با یه رنگ بندی جدید باشین، شاید حتی یه پاجوشش سبز بیفته، ولی در کل 90% پاجوشاش رنگی و ابلغه که با حالا هر مدل ابلغیتی. به نظرم این گیاه بسیار فوق‌العاده رو ما شرقی شادیم فقط اگه بذارن، اهل رقصیدنیم اگه ممور نیارن.